بودی که سوژمون نیاز داره رو روی کارمون پیاده کنیم. به خاطر همین فیدهای لطیفی که انجام میدیم ما دیگه اون سایه رو روی سوژه داریم. و سوپر شاینمون هم رنگ‌های شاین یا اصطلاحاً خیلی عامیانه تر بخوام توضیح بدم پودرهای نقاط نور و سایمون کور نشه. حالا تاریکی ها به دلیل حضور تیره ترین رنگ ها و روشنایی ها را هم باید با روشن ترین رنگ هامون داشته باشیم. پس بنابراین حضور رنگ سوپر شاین نباید نقاط تاریک من رو، نقاط سایه من رو روشن کنه. ما در واقع حواسم پرت شد به کامنت ها. ما در واقع میایم رنگ سوپر شاین، چون رنگ های سوپر شاین ذاتاً روشن کنندن به خاطر وجود اون صدفی که دارن. پس میایم رنگ سوپر شاین رو به رنگ پایمون اضافه میکنیم. رو همین حساب اگر من رنگ سوپر شاین رو به رنگ تیرم، یعنی تیره ترین رنگ توی پالت اضافه کنم، نقطه سایم رو نمیتونم به خوبی در بیارم. برای همینه که سوپر شاین رو حالا با نسبتی که مد نظرمونه، اگر شما میخواید خیلی اجراتون برق داشته باشه و اون حالت صدفی توش بولد باشه، خب قاعدتا مثلا بر فرض مثال میگم من میام 60% سوپر شاین به رنگ پایم اضافه میکنم. اما اگر نه میخواید یه صدف خیلی ملایمی داشته باشه، یه شاین خیلی لطیف تو اجراتون باشه، حتی 30% سوپر شاین هم برای حضور در رنگ پایتون کافیه. حالا چیزی که هست من میام تو رنگ پایه اجراش میکنم، اضافه میکنم که در اجرا حین فید کردن خواه ناخواه تیرگی های من هم اون اثر شاین رو خواهد داشت. روی مثالی که اول لایو براتون زدم، پاپیونی که روی تصویر که دارم اجراش میکنم، من مرکز پاپیونم رو اومدم سوپر شاین رو به تنهایی در مرکز پاپیون زدم و بقیه اجرام رو هم با ریچ مولتی سرفیس، نه این رو هم الان جواب میدم خدمتون، بقیه اجرا رو من با تیرگی ایجاد کردم. ولی به خاطر همون اثر فیدی که داریم من در کل سوژم میتونم تیرگی، نقاط نور و روشنایی رو به خوبی در بیارم. در رابطه با سوالی که پرسیدید، من به هیچ وجه توصیه نمی کنم چرا باید آخه تو مرحله زیرسازی ما رنگ سوپر شاین رو اضافه کنیم. لزومی نداره. داریم میگیم مرحله زیرساخت. چرا من بیام توی زیرساخت کارم خب
سوپر شاین رو اضافه کنم. در واقع من روی لایه آخر کارم. این سوالتون در رابطه با پارچه تیره بود دیگه. ما پارچه تیره رو طبق روال خودمون زیرسازی رو انجام میدیم با همون اصول خودمون. لایه آخر که رنگ گذاریمونه دارم میگم در رنگ پای سوپر شاین رو اضافه میکنیم. سوال دوست عزیز دیگه ای که پرسیده بودین در رابطه با رنگ های مولتی سورفیسه. قربونتون برم، استفاده از رنگ مولتی سورفیس مثل این میمونه که رنگ اکریلیک رو روی پارچه‌تون بیارین. من توی لایو قبلی هم گفته بودم ما به هیچ وجه از رنگ‌های دیگه برای پارچه استفاده نمی‌کنیم. حالا میخواد اکریلیک باشه، مولتی سورفیس باشه، اینا همشون زیر دست شدیدی دارن، لطافت پارچه رو تا حد خیلی زیادی از بین میبرن. بنابراین بهتره که لطفاً با همون رنگ پارچه کار کنید. البته نکته‌ای که باید بهتون بگم، درسته که ما اینجا از رنگ‌های سوپر شاین برند کدنس داریم استفاده می‌کنیم. اینا در واقع اکریلیک هستن. رو همین حساب هم من میگم علاوه بر این که یه سطح براق و صدفی بهتون میده، استفاده به تنهایی از این رنگ‌ها متاسفانه زیر دست شدیدی هم به کارتون میده. برای اینه که میگم رنگ سوپر شاین رو حتما فقط به رنگ پایتون اضافه کنید با یه درصد 20-30% با یه حضور 20-30% که نه لطافت پارچه شما رو از بین ببره، نه اینکه اون زمختیه که به پارچه میده و حالت صدفی و برق شدید رو ایجاد نکنه. حضور این رنگ در حالت 20-30% خب خیلی کمک میکنه که اون حالت صدفی خیلی ملایم رو روی کارتون داشته باشین. اما بله این رو هم الان جواب میدم. چشم. یه موضوع دیگه، من مهمترین هدفم از این لایو این بودش که بهتون یه مدیوم خوب از یه برند داخلی معرفی کنم. حقیقتش رو بخواید خود من در تهیه رنگ کدنس دچار مشکل شدم و الان توی 2-3 مرحله اخیر برای انجام سفارشام کدنس رو دارم مستقیم از استانبول میفرستن برام، چون اینجا پالت رنگیش خیلی ناقص شده. ولی یکی از برندهای خوب ایرانی به اسم پیرو مدیوم برلیان رو تولید کرده که این مدیوم جایگزین فوق‌العاده مناسبیه برای رنگ سوپر شاین کدنس. همینطور که میدونید کدنس یه رنگ ترکیه. خب این ایرانیه و در دسترسمونه. پالتش هم خیلی متاسفانه ناقص شده و وارداتش هم دچار مشکل شده، حالا طبق اطلاعاتی که من از فروشنده ها دارم. اما من میتونم با این رنگ جایگزین کردن مدیوم برلیان میتونم کمک کنم که همین اثر شاین رو داشته باشم. اول لایو من مدیوم برلیان رو داخل رنگم کار کردم. ببینید من وقتی مدیوم برلیان رو اینجا مدیوم برلیان رو دارم، وقتی میام با
برای خودم هم میگم اگر میخواید کدنس تهیه کنید، فقط داشتن 2 تا کد طلایی و نقره کدنس کفایت میکنه. اصلا لزومی نداره شما رنگ ها و طیف گسترده رنگ های کدنس رو تهیه کنید، چون داخل تمام پالت رنگیش بیس اصلی رنگ چیه؟ یا طلایی یا نقره‌ای. حالا چرا طلایی یا نقره‌ای؟ ببینید ما داخل رنگ های گرم همیشه صدف طلایی شرکت ها اضافه میکنن، داخل رنگ های سرد هم صدف نقره‌ای. بنابراین عذرخواهی میکنم، بنابراین لزومی نداره وقتی ما بیس رو داریم چرا من رنگ های ثانویه رو بگیرم، چرا طیف دیگر رو بگیرم. روی همین حساب این مدیوم اعمال شده که کلی حالشو خوب کرده. رو همین حساب میتونه خیلی بهمون کمک کنه در استفاده از رنگ هامون که بتونیم برای تکنیک سوپر شاین ازش استفاده کنیم. خواهش میکنم اگر ببینید من هیچ وقت دخترام رو ملزوم به این نمی کنم که حتما باید چیزایی که من بهتون میگم تهیه کنید. با همون چیزایی که دارید یه تست بگیرید ببینید میرسیم به اون نتیجه‌ای که میخواین، چرا که نه. اگر مدیوم بریلیان سوداکو صدفه، خب قطعا میتونید ازش استفاده جایگزین برای سوپر شاین داشته باشید. ولی اگر اکلیله نه، من اول لایو باز هم گفتم ما اصلا معنی این که بخوایم همین الان دوباره دارم میگم بهتون اکلیل رو با پودر صدفی یکی کنیم کاملا اشتباهه. اکلیل دونه درشته، اصلا زمختی داره روی کار به خاطر درشت بودنش، ولی پودر صدفی این حالت رو نداره، کاملا سبکه و خب خیلی میتونه نشست زیباتری و جذابتری روی کار داشته باشه. بله داخل کانال یوتیوب برگزاری میشه 2 روز دیگه. بله آره قربونت برم مانا جان، ما در تیرگی هامون سوپر شاین رو اضافه نمی کنیم. من روی پالت هم نشون دادم خدمتون اگر رنگ سوپر شاین در تیرگی ها اضافه بشه ما دیگه نمیتونیم سایه خوبی ایجاد کنیم، نقاط سایه‌مون رو از دست میدیم و باز باید دوباره روش تیرگی بیاریم. در رابطه با شستشویی با رنگ های سوپر شاین، نه من باز این رو گفتم، رنگ های سوپر شاین در واقع آکریلیک هستن. آکریلیک ها ماده آکریلیک دارن و خیلی چسب قوی دارن. من لزومی نمیبینم در استفاده از رنگ آکریلیک دوباره مجدد بهش یه مدیومی اضافه کنیم برای ثبات بیشتر. شما به قولن تکنیک های اجرایی روی پارچه در رابطه با ثبات اگر اصولی رعایت کنید هیچ مشکلی در ثباتش پیش نمیاد. یا مثلا ترکیب پودر صدفی با بینده، خب چه کاریه؟
وقتی که آمادهش هست، من خودم شخصا این کار نمیکنم، چون میدونید که پودر صدفی در اثر ترکیب خب گلوله هم میشه دیگه. وقتی شرکتی داره برای من رنگ رو آماده میکنه، چرا که نه، من این کار رو انجام نمیدم، چون واقعا لزومی نداره. شما
نه واقعا لزومی نداره قبل از اجرا لباسی شسته بشه. شما لباس رو از مشتریتون تحویل بله راجع به عبا قراره صحبت کنیم. چشم. میگن صدا قطعه؟ آره اوکیه. خیلی میخوایم بریم راجع به مبحث مهمی که گفتم در لایو امروز باهاتون راجع بهش صحبت کنم. موضوع عباست. ببینید دخترها، اول از همه یه موضوعی رو میخوام بهت بگم. نه تو همون نوا باشه کافی. اوکی. من بارها راجع به مبحث کپی کردن صحبت کردم توی این صفحه باهاتون. این دفعه دیدم نه، مثل اینکه فایده نداره. گفتم اول یه دور با هم پینترست رو آموزش ببینیم. حالا پینترست هم یکی از دسترس ترین اپ های موجوده. ببینید این که من بیام در اپی که خب خیلی به همون کمک میکنه در طراحی چه جوری سرچ کنم. اولا هر گزینه‌ای رو که دوست دارید، من اینجا مثلا نقوش تذهیب رو سرچ میکنم. یا اسلیمی الان برام آورد. این که من بتونم از یه طرحی چجوری ایده بگیرم، الهام بگیرم، کاملا به دید شما بستگی داره. در جلسه اول تمرینات من همیشه به دخترام اولین و مهمترین مشقی که بهشون میگم خوب دیدنه. سعی کنید خوب دیدن رو تعریف کنید برای خودتون، تمرین کنید، تکرار کنید. شما یه موتیف ساده میبینید، لباس مشتریتون اگر هنوز اوایل کارتون فکرتون باز نیست که چجوری من الان همین موتیف رو بیام روی عبای مشتریم اجرا کنم، باید مدام جلوی چشمتون باشه. یا ببینید موتیف های ساده تر، حالا بنا به قیمتی که مشتریتون تعریف میکنه. من اینجا میخوام راجع به این موتیف باهاتون صحبت کنم. این طرح رو شما دارید میبینید. خب من برای طرح ایران اومدم که برای پیج نادین عبایا طراحی شد. این دقیقاً همون موتیفیه که شما دیدید. اینجا رو ببینید، همین موتیف، همین فرمت، اما ببینید قالب طراحیش چطوریه و عوض میشه. میام از همون طرح استفاده میکنم، یه سری جزئیات کم یا زیاد میشه و از در ترکیب بندیم ازش استفاده میکنم.
یا این طرح، ببینید این هم یه موتیف دیگه است. اینکه شما بتونید این موتیف رو ببینید من الان بردمش تو و چه پکیجی شده برای خودش. من دقیقاً این موتیف رو در این اجرا استفاده کردم. دیتیل رو ببینید.
استفاده کنید که کارتون لواشکی نشه، اون دیگه به شما بستگی داره. یه ویدیو پایین ترای پیج هست راجع به اینکه
دخترام هم قیمت نذاشتم، هیچ وقتم نمیذارم. اما حالا شما یه سوژه ای رو اجرا کردید، نه نیازی نیست. مثلا این رو اجرا کردید میخواید قیمت گذاری کنید، یه سوژه خیلی ساده و میریم برای قیمت گذاری. ببینید در وهله اول من به دخترام میگم طی پروسه آموزش، طی تایمی که پیش من آموزش میبینن، آزمون خطا دارن، خودشون انجام میدن، سرعتشون در اجرا دستشون میاد. متوجه میشن که مثلا همین گل رو میتونن توی چه بازه زمانی اجراش کنن. اینجاست که از یه جایی به بعد من بچه هامو رها میکنم دیگه، میگم یه مبحثی داریم توی آموزشم به اسم چالش، بهشون میگم چالش رو اجرا کنید، بازه زمانی خودتون رو در اجرا بسنجید تا بتونید یه زمانی رو، یه تایمی رو، یه ریتمی از سرعتتون دستتون بیاد. وقتی دختره من آموزششون تموم میشه، اولا که از نقطه شروع تا انتها واقعا اختلاف 0 تا 100، اما همیشه برای مبحث قیمت گذاری یه مثالی براشون میزنم. من این رو مثلا طی 1 ساعت اجراش میکنم. ممکنه یه مریم نامی در 3 ساعت اجراش کنه، یه الهام نامی در 2 ساعت. اول از همه بهشون میگم، اول دل شماست در تصمیم گیری برای قیمت. شاید شما بخواید همین اثر رو به 1 میلیون ارائه بدین به مشتری، شاید هم بخواید به 100,000 تومان ارائهش بدین. این کاملا به دل شما بستگی داره. ولی میریم راجع به قیمت گذاری ساعتی که به نظرم میتونه بهتون کمک بکنه یه روش استاندارد داشته باشید برای قیمت گذاری. حالا من دوست دارم برای 1 ساعت زحمتم 500,000 تومان بگیرم. خانم مریم که تو 3 ساعت اجرا کرده میخواد ساعتی 50,000 تومان بگیره. خانم الهام که توی 2 ساعت اجرا کرده میخواد ساعتی 200,000 تومان بگیره. هیچ کدوم ما 3 نفر نمیتونیم بگیم که چرا تو داری گرون میگیری، چرا تو داری ارزون میگیری. باز هم دارم میگم کار هنریه. ارزش وقت شما رو تنها کسی که میتونه تعیین کنه خود شمایی. بنابراین اصلا ما هیچ درگیری، خیلی متاسفانه من فیدبک میگیرم از همکارای نازنینم که چرا فلانی قیمتش اینقدر بالاست، من فلان کار رو که اون داره اجرا میکنه با X قیمت، من با Y قیمت ارائه میدم. این به نظر من ورود به حریم کاری هر شخصیه. بنابراین شروع کنید به قیمت گذاری ساعتی. ممکنه شما اولین باری که این گل رو دارید میکشید 3 ساعت زمانتون رو بگیره. ساعتی 100,000 تومان هم تعیین کردین، خب 300 اجرت میگیرین، تمام. حتما در حس محاسبه قیمت قلمو و رنگتون هم که دیگه حواستون هست، متریال رو روی اجرتتون میکشید. مثلا من اینا رو دارم مثال میزنم ها، اصلا یه قاعده خاص ثابتی نیست. 3 ساعت این رو اجرا کردید، ساعتی 100,000 تومان در نظر گرفتین، میشه 300 تومان. در کمترین حالت 100 تومان هم متریال استفاده کردین، 400,000 تومان اجرت. مهمترین نکته، هیچ وقت به مشتری قیمت ثابت ندید. عکس این رو مشتری فرستاده براتون، شما هم که خب طی پروسه آموزش یه چیزایی تجربی دستتون اومده، عکس رو فرستاده، شما با خودتون یه محاسبه میکنین، خب ممکنه من اینو 2-3 ساعت طول بکشه اجراش کنم، فلان قیمت مبلغ متریال هم میشه. بنابراین به مشتریتون میگین بین 400 تا 500، بین 400 تا 600. هیچ وقت به مشتری قیمت قطعی ندید. دست خودتون رو باز کنید برای اجرا. من پارچه رو میگیرم دستم، پارچه چالش داره، پارچه‌ایه که رنگو به شدت جذب میکنه. خب من این رو که نمیدونستم تا قبل لمس پارچه. فروش خود منم الان بیشتر اینترنتیه و مجازی. من پارچه رو تا به دستم نرسه نمیتونم لمسش کنم، بنابراین نمیتونم قیمت دقیق بدم. پارچه دستم میرسه، پارچه به شدت جذب رنگش بالاست و من باید 3 الی 4 بار تکرار لایه‌گذاری رنگ رو داشته باشم. یا برعکسش، پارچه به دستم میرسه اما به شدت لطیف، رنگ خیلی خوب روش میشینه، بنابراین من میتونم روی قیمت کمتری جمعش کنم. رو همین حسابه که میگم همیشه رنج به مشتری قیمت بگید. حالا من به مشتریم گفتم بین 400 تا 600 کار رو اجرا کردم، زمان رو محاسبه کردم، متریال محاسبه کردم، قیمت کار در اومده 400. وقتی به مشتری بگید 400 خیلی هم خوشحال میشه، میگه چقدر عالی که خب از اون رنج هم براش کمتر در اومده.
یه نکته مهم رو همیشه در نظر داشته باشین. اگر روش ساعتی قیمت گذاری میخواید بکنید، شما به مرور زمان، مثلا همین یه دونه گل رو دارم مثال میزنم، شما در اولین اجرا 3 ساعت براش زمان گذاشتید، ممکنه به مرور که تجربتون میره بالا دوباره همین گل رو در 1 ساعت بکشید، ولی این به معنی این نیست که اونجا 300 تومن گرفتین اینجا بعد 100 تومن بگیرید. نه، اینجا باید 500 تومن بگیرید. چرا؟ چون اینجا باید پول تجربتون رو بگیرین، پول مهارتی که به دست آوردین. همیشه حواستون باشه اگر میبینید که تازه شروع کارتونه، من دخترای فوق‌العاده بی‌نظیر دارم که در شروع کارشون به شدت بی‌نظیر اجرا میکنن، ولی من کیف میکنم و واقعا اجراشون صادقانه میگم در سطح و لول خودم هست، ولی قیمتشون با من متفاوته. خودشون به این نکته کاملا اذعان دارن که اون به خاطر اون تجربه هست، به خاطر اون مهارت هست، به خاطر اون به قولن سالیانیه که این تجربه رو به دست آورده. بنابراین اگر روزی میبینید که اجرای شما با یه ایکس یا ایگرگی توی یک لوله ولی قیمت اون بالاتره، شک نکنید که داره پول تجربهش رو میگیره. شما هم به اون روزها میرسید و مخاطب قطعا برای اینکه لباسش رو شما اجرا کنید سردست میشکنه و اون مبلغ بالاتر رو هم پرداخت میکنه. ولی همیشه برای شروع این رو در نظر بگیرید که باید یه خورده هم به بازار کارتون فضا بدین، میدون بدین تا بازار کار هم بتونه شما رو پیدا کنه. کافیه؟ قربونتون برم. برای منم باعث افتخاره که بتونم شما رو از نزدیک ببینم. خیلی خوشحالم که لایو رو دوست داشتید. من باز هم خیلی ویژه از استودیوی صلح تشکر میکنم. خودتون که دیگه اخلاق من دستتون اومده. اگر کاری رو قرار انجام بدم همیشه سعی میکنم بهترین رو انجام بدم و برای اینکه بهترین رو انجام بدم خدا رو شکر انتخاب‌های عالی دارم. یکیش استودیوی صلح که سعی میکنه، من تمام تلاششون رو دارم میبینم که چقدر زحمت میکشن تا بتونیم لایو رو اینقدر با کیفیت ارائه بدیم. خب خدا رو شکر میبینم که همه راضی بودین، سوال دیگه ای هم نبود. خیلی ازتون ممنونم، خیلی ازتون ممنونم. خوشحالم که مثل همیشه پر انرژی کنارم بودید. اگر سوالی داشتید باز در نهایت روی ریلز مربوطه کامنت بذارید، حتما پاسخگو خواهیم بود. و در کانال یوتیوب منتظرتونم. آدینه خوبی داشته باشید. وقتتون بخیر. قربونتون برم من.